شیرین، گویا و روان با شما صحبت بکنه. عشق، وابستگی، علاقه و دوستی. دروغ یکی از عادتهای بد شخصیتی است. امروز میخوایم روی لکنت کودک یا لکنتی که کودک در زبانش داره میخوایم بحث بکنیم. اگر موضوع شما بر مسئله دیگه کودک ربط داره یا مشکل دیگه است، ما اگر با کامنت با ما بگذارین، سوالات خود را مطرح بکنین، ما انشالله در برنامه‌های آینده خودم روی مسئله بحث خواهد کردیم و با شما در حل او کمک خواهد کردیم. تشکر. سلام دوستان. شاید شنیده باشین میگه به صدای قلبت گوش کن. اجازه بدیم بگوییم که ما نباید به صدای قلب خود گوش کنیم. بعضیا میگن که به صدای قلبت گوش کن، یا میگه که تصمیم از روی منطق و احساسات، یا هم میگه که دلم برم گفت که ترکو، یا دلم برم گواهی داد، یا امطور دلم امطور خواست، یا از اول دلم نبود. اینمی مثلا از اول ارقم ده دلم نبود، یا مثلا فلانی آدم به دلم نشیشت، یا اینمی مثلا به دلم شیشته. حال خوب است یا بد است، من اینمی کاره میکنم. اجازه بدین دوستا بگویم که چند دلیل و چند منطق وجود داره، چند مورد واقعی و تخصصی از نظر روانشناسی وجود داره که ما میتونیم بگوییم که ما نباید به صدای قلب خود گوش کنیم. حتی بعضی ها میگه به صدای درون تو گوش کن. من نفهم که ددای درون منظورش از کجاست. ددای درون خو شکم هم است، شکمبه هم است که ما روزو داریم از این متد استفاده نکنن دوستان. چند دلیل و چند منطق است که ما را میتونن کمک بکنن. اولی که دوستان، انسان یک ظرفیت بسیار بالا و فوق العاده داره و قرار نیست از قلبش یا از احساسات و هیجانات زودگذر و شیداگونیش پیروی کنه. انسان بسیار با ظرفیت است. انسان با ظرفیت بسیار بالای استدلال و منطق است. منطق و استدلال انسان بسیار بالا است، بسیار قوی است و با اینطور یک استدلال، با اینطور یک منطق قوی قرار نیست ما بیایم و به دل خود گوش کنیم یا به احساسات خود گوش بدیم و سر تسلیم بگذاریم. یک نکته ای است. دومی که قبل از اینکه احساساتتان، قبل از اینکه هیجاناتتان یا قلبتان یک مورد را، یک مسئله را در وجود شما با باور تبدیل کنه، با باور محکمش کنه یا سختش کنه، کانکریتش کنه، لطف کنین و از منطق استفاده کنین. یعنی باور شما، احساسات شما پیش از اینکه باور شود کوشش کنین که منطق شود. این زیاد کمکتان میکنه به جایی که به صدای قلب خود گوش کنین. هر لحظه‌ای که تصمیم گرفتین و خواستین به صدای قلب خود گوش کنین، همون لحظه به این فکرم بفتین که حد اقل از 3 دوست خوبتان، از 3 دوست مثبتتان یک کمک بگیرین و زندگیتان را از روی اساس پیش ببرین. معمولا وقتی ما مشورت میگیریم، وقتی ما راهنمایی میگیریم، با ما کمک میکنه، مفید واقع میشه و ما متوجه احساسات خود، تصامیم خود و اشتباهات خود میشیم. نکته دیگری که میخوایم اشاره کنم دوستان، آنچه که از روی احساسات میشه خودکار است، یعنی اتوماتیک است، و آنچه که از روی منطق میشه، استدلال میشه، فهم میشه، تحقیق میشه، غور و بررسی میشه، او خودکار نیست. یعنی او غیر ارادی نیست، او با اراده است، هوشمندانه است و بسیار ظریف، کنجکاوانه و زرنگونه است. یعنی انسان خوب است زرنگ برخورد کنه، با هوش برخورد کنه، نه از روی احساسات. نباید به صدای قلب خود گوش کرد، باید رفت و خوب فکر کرد، به خاطر که آنچه به مغز میه، به ذهن میه، او به یک پروسس نیاز داره. پیش از اینکه او پروسس صورت بگیره شما او را انجام ندید. شما تصور کنید که یک سیب تازه
تازه نیمه پخته شده است. شما نیاز دارین که او سیب بگذارین که پخته شود، بعد ازش استفاده کنین. اگر شما او سیب را ناپخته بخورین، این دقیقاً مثل تصمیم است که شما از روی قلبتان به اصطلاح یا از روی احساسات خود میگیریم. نکته دیگه ای است که احساسات ما معمول واقعیت نیست. احساسات ما فقط احساس است. یعنی ما از یک پدیده عینی، از یک واقعیت یک چیز را احساس کردیم. این که او احساس پس به واقعیت تبدیل میشه، یک وقت و زمان رو میگیره. بنان در این مثلا متوجه باشیم. نکته دیگه، حقیقت بهتر است یا عجله و فوریت؟ هر چی که به عجله شده او حقیقت نبوده، او واقعی نبوده. و هر چی که به تعامل شده، به کم دقت شده، او معمولا خوب اتفاق افتاده. نکته دیگه که میخوام اشاره کنم، احساسات معمولا خودخواهی است. یعنی شما خودخواهانه برخورد میکنین و معمول وقتی که ما خودخواهانه برخورد میکنیم، اتفاقات که به ما رخ میده ما را دچار یک سلسله مسائل میسازه. احساسات با شک و تردید توأم است. یعنی وقتی که شما از روی احساسات یک اقدامی را میکنین، معمول اتفاق میفته که او با شک و تردید رو برشه. اما وقتی تحقیق میکنین، بررسی میکنین، مسئله حل میشه. احساسات یعنی آگاهی و علم نداشتن. از روی قلب برخورد کردن یعنی کرکرانه برخورد کردن. از روی احساسات برخورد کردن یعنی در یک سالونی که هیچ روشنی نیست قدم برداشتن. پس خوب است دقیق برخورد کنین، به صدای قلب خود گوش نکنین. شنیدین میگه جایی که سنگ است در پای لنگ است. یعنی منظورشان از لنگ میوبی است که پایش مسئله داره و مشکل داره. البته اصطلاح است که ما با کار بردیم، هرچند که خوب نیست که ما به لنگ و کور و کر و چیزا را اصطلاحات را استفاده بکنیم. خوب است ما میوب، ناشنوا و نابینا و امثال مواردی که حس بد برای یزدان ما نمیته به کار میبریم. به هر حال میگه جایی که سنگ است در پای لنگ است. ما بی باور نیستم دوستان. و این یک خطای شناختی است، یک اشتباه است، یک فکر منفی است، یک فکر سمی است، یک فکر زهری است و ما این درست نیست. بعضی ها میگه از روز تولد که همطور بود، یا مثلا من خوب نمیشم، یا از اول همطور بود، یا اصلا اصلاح نمیشه. یا بعضی اوقات ما که در دوران تحصیل بودیم، یک دوست ما بود، باز که او شوخی میکردیم، باز بین خود میگفتیم که این قسم خورده که اصلاح نشه، قسم یاد کرده که این جور نشه. یا مثلا بعضی ها میگه بخت ما خراب است، یا مثلا میگه که اصلا ما کسی که در افغانستان تولد شده بود دیگه همونطور بختش همونطور هست. یا مثلا بعضی ها میگه ما سیاسر هستیم یا سیابخت هستیم، یا مثلا زن هستیم، یا مثلا ما که خوب میبودیم اولاد فلانی نمیبودیم، یا مثلا از کسی که مثلا بعضی رشته ها را منفور میسازه، مثلا خب استاد کس فلانی ها همونطور میباشه دیگه، یا مثلا یک رشته را میگن، یک مسلک را میگن. نه، این درست نیست دوستا، این منطقی نیست. یعنی ما محکوم به یک سرنوشت نیستیم و چند مورد است میخوایم که شما یادآور شما بگوییم که این مسئله را کنار بیاین و این مسئله میشه حل شود. اجازه بدیم بگوییم که گذشته از نظر روانشناسی هیچ حکمی و هیچ تأثیری در تقدیر و سرنوشت شما نداره. گذشته میتونه که برعکس مفید باشه، برعکس ممد باشه، برعکس راهکار باشه، برعکس یک رویکرد باشه برای بهتر زیستن و بهتر زندگی کردن. ما همیشه گفتیم که انسان وقتی میتونه که با ناملایمات و فشار و مسئله زندگی کنار بیاید که بیشتر تلاش کنه و بیشتر با مشکلات روبرو شده باشه. یعنی میتونیم بگوییم که گذشته از نظر روانشناسی حکم خاص نداره. یعنی کدام یعنی اینطور وانمود نیست گویا که یک کسی که در گذشته یک بدبختی داشت دائم بدبخت باشه، یک کسی که در گذشته مسئله داشت، مشکل داشت، او دائمی مشکل و مسئله داشته باشه. خب روانکاوی باورش است که گذشته بر آینده آدمی نقش داره.
آینده آدمی را متاثر میسازه. اما این به این مفهوم نیست که کسی که در گذشته یتیم بود، یک مشکل دید، یک مسئله را دید، در آینده اصلا قدم بر نداره. این هیچ وقت به این معنا نیست. یک دو، قرار نیست ما تسلیم شویم به گذشته. میشه بگوییم که ما از الگوهای رفتارهای گذشته استفاده میکنیم. یعنی مایی که امروز مثلا جایی که سنگ است پای لنگ است، یا مثلا این بار که من شکست میخورم، بار که من ناکام میشم، به این مفهوم است که من از الگوهای رفتاری گذشته استفاده میکنم. یعنی الگوهای گذشته خود را، نمادهای گذشته خود را ثبت کرده که در گذشته بوده، از امو پیروی میکنم که بار شکست میخورم. من اگر الگوی خود تغییر بدم شکست نمیخورم و با مسئله و مشکل روبرو نمیشم و مورد را و مسئله را دچار نخواهد شدم. ای کاملا یک مورد نرمال است و عادی است. و نکته دیگری که میخوایم اشاره کنم ای است که ما معمولا قدرت میدیم. یعنی گذشته ما ممکن در ما تاثیر داره یا نداره، ممکن سر ما نقش داشته یا نداشته. اما وقتی که ما میگیم جایی که سنگ است در پای لنگ است، این به این مفهوم است که ما قدرت میدیم این کلمه را، ما قدرت میدیم این فکر را، ما قدرت میدیم این باور را و او همونطور میشه. واقعا همونطور باز میشه که جایی که سنگ است در پای لنگ است. یا مثلا میگن که دوستا میگن که خشت اول گر نهد میمار کج تا سوره را دیوار کج. ما بیمار نیستم دوستا. خشت اول گر نهد میمار کج، خب دیوار تا یک جایی که کج بره بالاخره چپه میشه. کی گفته که تا سوره میرسه؟ من اصلا بی باور نیستم. شاعر ایره باید یک تغییر بده. البته شاعر مرحوم گذشته از نظر مسلکی کمک کننده است. برعکس نوشتن، صحبت کردن، نتیجه گرفتن میتونه در گذشته کمک بکنه. ما میتونیم حتی گذشته را به چالش بکشانیم. ما میتونیم احساسات خود تغییر بدیم. ما میتونیم خلق خود تغییر بدیم. ما انسان با اراده هستیم. ما میتونیم گذشته خود را، آنچه که در گذشته بر ما اتفاق افتاده را تغییر بدیم و آینده خود متفاوت بسازیم. و آخرین نکته را که میخوایم اشاره کنم، گذشته اگر بد بود خودت هم خرد بودی، خودت هم بی تجربه بودی، خودت هم نادان بودی، خودت هم نافهم بودی. امروزه مطالعه کردی، با فهم شدی، چند درجه علمیت بالا رفته، آگاهیت بالا رفته، فهمت بالا رفته، بنان تصمیمت هم باید بالا بره، قشنگ شود و درست شود. بنان جایی که سنگ است در پای لنگ نیست. یک مورد که اخیراً در مراجعان به شدت دیدم و مرا واداشت که رویش بحث بکنم و به همه مردم شریک بسازم تا کمک کنه به همه مردم، او گپ مردم است، حرف مردم است و نقش و تأثیر حرف مردم بر زندگی ما است. میخوایم امروز روی این مسئله بحث بکنیم. شاید متوجه شده باشین ما افغان ها مهمانخانه های ما افغان ها رو دیدیم. ما معمولا پرده خوب، لیاف خوب، توشک خوب، کوچ خوب، قالین خوب، غذای خوب و هر چیزی که خوب است او را ما به مهمان میدیم و او را نثار دیگران میکنیم. چیزای خوب را، چیزای بهتر را ما به مردم میخوایم و این به خاطر این نیست که ما مردم را دوست داریم. ما انسانهای خیر هستیم، ما انسانهای اخلاصمند هستیم که قدر اخلاص داریم، قدر با شرف هستیم. اینطور نیست. ما بنابر تأثیری که از گپ مردم میشیم، بنابر تأثیر و نفوسی که مردم به ما داره این حرکت انجام میدیم. متاسفانه ما تجمل پرست شدیم. یعنی ما حاضر نیستیم دوستان که 200 افغانی 300 افغانی به فرزند خود بدیم تا او به خاطر درد معده‌اش به یک دکتر بده و دکتر برش بگه که شما اچ پایلوری دارین یا این مشکل دارین یا مشکل دارین. ما به 200 افغانی حاضر نیستیم که به بچه خود بدیم تا او بره و کورس انگلیسی بخونه. اما حاضر هستیم به پرده، به خانه و به کلکین خانه ورسی خانه و یا مهمان خانه 15,000 افغانی بدیم.
20,000 افغانی حاضر هستیم کوچ به مهمانخانه خود بخریم. 20,000 دلار حاضر هستیم در یک محفل شیرینخوری که هیچ سود بر ما نداره هدر بدیم و بسوزانیمش. متاسفانه اما حاضر نیستیم 20,000 افغانی به خاطر ترمیم دندان مادر خود بدیم. 20,000 دلار به یک محفل حاضر هستیم، 20,000 افغانی به مادر خود حاضر نیستیم. اینجاست که ما میبینیم که عمقی فاجعه و تأثیری مردم بر زندگی ما تا کجاست، تا ناکجا دوستا، تا ناکجا است. متاسفانه لباس و وسایلی را که ما استفاده میکنیم و میخریم همه بنابر تأثیر مردم هستند. ما چرا آیفون 12 میخریم؟ ما چرا موتورهای مدل بسیار بالا میخریم؟ چرا خانه ها را بسیار مجلل و بسیار با زرق و برق جور میکنیم؟ به خاطر راحتی خود، به خاطر لذت در خانه؟ نه، اکثرت ما اینطور نیستیم. چرا ما این کار نکنیم؟ چند دلیل داره دوستا. اولی که کسایی که کار میکنه اعتماد به نفس و عزت نفس پایین داره. یک. دو، مطالعه و خودآگاهیشان به حد کافی کم است. یعنی سواد کم است دوستا. سواد کم است که ما تجمل پرستی میکنیم. به خانه میخوریم نان پودینه، به بیرون میپوشیم کالای مرینه. متاسفانه این فرهنگ ماست. قضاوتگری خانواده و جامعه ما را به حالت کشانده و به وضعیت برده. نادیدگی و در یک حالت ماندن ما را به وضعیت کشانده. اگر ما کمی بریم دنیا را ببینیم، کمی بریم کشورهای دیگر را ببینیم، کمی بریم ملل‌ها و مردم و ملت‌های دیگر را ببینیم، خود فهمیدیم که چقدر به خاطر خودشان میاندیشه، چقدر به حرف مردم اعتنا نمیکنن و چقدر خودشان است. ما اونچه خود فهمیدیم، همین که نادیده هستیم به اسلام و آگاهی ما کم است، متاسفانه این مشکل را انداختیم. نکته دیگه جلب رضایت است. ما متاسفانه به خاطری که مردم جذب شوه و راضی شوه از ما این کار میکنیم و ما گاهی مجبور هستیم، ما بیچاره هستیم که میخوایم مردم راضی شوه، مردم را راضی بسازیم. متاسفانه یک بیچارگی است که ما داریم، یک نادیدگی است، یک عجز است، یک کمی است. نکته دیگه سلیقه خود ماست. ما به خود سلیقه، تمایلات و نیازهای خود ارزش قائل نیستیم و این سبب میشه که ما به این حرکت و به این مورد و به این کار اقدام کنیم. نکته دیگه سبک به خصوص ما است. مثلا ما نظری نیست دوستا که اگر ما سبک به خصوص بر زندگی خود داشته باشیم میتونیم بزیاد موفق شیم. اگر ما همیشه تقلید کنیم، همیشه زیر نفوس مردم باشیم، همیشه به مردم ارزش بدیم، همیشه مردم را اولویت قرار بدیم، خود ما چی میشیم؟ زندگی خود ما چی میشه؟ سرنوشت و آینده ما چی خواهد شد؟ به چه رقم ما پیش خواهد رفتیم؟ ما خوب است به خود یک زندگی داشته باشیم. ما خوب است به میل خود ما، به رقم خود ما، به ذوق خود ما، به شوق خود ما، برای خود ما زندگی کنیم. با این بسیار قشنگ میشه، زیاد عالی میشه، زیاد کمک میکنه. و نکته دیگری که میخوایم اشاره کنیم دوستا، کسایی که رقم هستند، کسایی که به مردم و به حرف مردم ارزش میده، برای مردم و حرف مردم زندگی میکنه، از نظر روانشناسی شخصیت قربانی داره، شخصیت ایثارگر داره و کل چیزشان از خودشان قربانی دیگر است و برای دیگر است و این میتونه که بسیار مشکل پیش آورد. و میفهمید دوستا، این مردمی که ما کشان زندگی میکنیم، اکثریت اینا با حرفایشان ما را بلکمیل میکنه، یعنی ما را از ما باج میگیره، بعضی حرفا رو میزنه، بعضی کارا رو میکنه و از ما سود میبره و ما باجگیری میکنه از ما، که ما خوب است ما مواظب خود باشیم و فقط چیزی که سالم است، چیزی که درست است، چیزی که قانونی است، چیزی که شرعی است، چیزی که علمی است عمل کنیم، نه آنچه که مردم میگه و چیزی که مردم سالم میبینه و درست میبینه. شنیدین میگه داماد باید خدمتگار خسرخیل باشه. یا اجازه بدین بسیار باشین این طرف بگیم، میگه داماد باید خر باشه. شنیدین؟ این درست نیست دوستا. این منطقی نیست. هم خانم ها را، عروس ها را خادم و غلام خانواده خسرخیل میسازه و هم داماد را که نو ازدواج میکنه خادم و خدمتگار خسر و خانواده خسرش میشه. داماد گاو شیرده است. همین که یک کس دختر خود نامزد میسازه،
به داماد نگاهش مثل یک گاو شیردی است که هر چیز ازش میگیره. نه روزی رو بیار، براتی رو بیار، ایدی رو بیار. حالا رمضانی هم شروع شده میگه رمضانی رو بیار. داماد را بعضی ها تصور میکنه که بانک است، که بانک نیست. اجازه بدید این مورد چند نکته را اشاره کنم. اولی که داماد یک انسان است، عروس یک انسان است. اگر خودش خواست شما را دوست داشته باشه، اگر خودش خواست شما را کمک کنه، اگر خودش خواست به شما آشپزی خوب کنه، اگر خودش خواست روزی بر شما تحفه بره، خانهش آباد. اما اگر نخواست، ما نمیشه به احساسات قانون وضع کنیم. یعنی قرار نیست داماد حتما احترام خسرو بکنه، قرار نیست عروس حتما نوکر و چاکر خسرو خوشی خود باشه. این قطعا غلط است، قطعا نادرست است و این چیزی است که ما سالها با این فرهنگ زندگی کردیم متاسفانه در کشور خود. احساسات یک آزادی است دوستان. قرار نیست قانون وضع شو که داماد مرا احترام کو، عروس مرا کمک کو، نوکری کو. احساسات به احساسات قانون وضع نمیشه. احساسات باید آزاد باشه. هر کس حق داره به کسی کمک کنه، به کس نکنه. سیست که خسرم هستی اما ما کمک نمیکنم. سیست که من عروس هستم اما قرار نیست که من هر شام برات 6 نوع غذا بپزم. عروس هستم. کی گفته که ما باید نوکری تو بکنم؟ به اساس چی؟ شریعت؟ نه. قانون؟ نه. به اساس چی خودت میواسر من بار میکنی آنچه که مربوط من نیست، من مکلفیتش ندارم. یا داماد که بیچاره وقتی که نامزد میشه خانواده خسرش جانش میکنه. نکته سومی است که خانواده، به خصوص خانواده خسر، اولویت نیست. یعنی برای عروس اولویت خودش است، بعد همسرش است، بعد اولادش است، بعد پدر و مادر خودش است. برای داماد هم اولویت اولی خودش است، بعد اولویت دوم همسرش است که زنش میشه، اولویت سوم هم اولادش است، اولویت چهارم هم پدر و مادر خودش است. نه خسر و خشویش. این سبک سالم زندگی است. این سلسله سالم است که سالها میشه پیشنهاد کردیم و هر کی که اطاعت کرده بسیار موفق بوده دوستان. بنان خسرخیل اولویت نیست و معیار نیست. احترام و محبت متقابل است دوستان. یعنی اگر داماد احترام کرد، خسر هم باید احترام کنه. اگر عروس احترام کرد، خسر هم باید برش احترام کنه. اگر خسر احترام نکرد، به عروس هم فرض نیست. اگر خسر احترام نکرد، به داماد فرض نیست. خب یک نکته اینجا است که بزرگی باید در نظر گرفته شود و بس. و این بزرگی در کوچه هم باید در نظر گرفته شود. اگر یک بزرگ دیدین احترام کنین. این بزرگی را در اداره هم دیدین احترام کنین و خسر دانم اگر بزرگ بود احترام کنین. ما و رازی قرار نیست که ما محبت را یک طرفه کنیم، احترام را فقط یک طرفه کنیم. اگر متقابل پیش میرفت و هر دو به یکی دیگه تحفه میداد، هر دو به یکی دیگه کمک میکرد، هر دو به یکی دیگه اخلاص داشت، چشم بخیل کن. اصلا به غرض ندارم. اما اگر یک طرفه بود، شیوه سالم نیست. من میگم براتون که شیوه سالم نیست، اما بازم کار خودتان و رفتار خودتان است. شما آزاد هستید. این که داماد نوکر میشه یا عروس نوکر میشه، این ارتباطات از نوع ناسالمش است و ارتباط سالم ما نیاز داریم. ما خوب است با روابط خوب سالم پی ببریم و روابط خوب و سالم را رقم بزنیم و این میتونه کمک ما کنه. ارتباطات هم اصول داره دوستان. رابطه اصول داره، رفت و آمد اصول داره، گشت و گذار اصول داره، خیستن نشستن اصول داره، تحفه هم از خود اصول داره، اخلاق داره، کمک کردن هم از خود اندازه داره، کمک کردن هم از خود اصول داره و قرار نیست ما قربانی بدیم و قربانی شه. رفتار خود خانواده خسرخیل هم مهم است. یعنی اگر عروس یا خسر توقع داره، این توقع باید برعکس به کمک‌های عروس هم منجر شود. یعنی به عروس باید بعضی کمک‌ها صورت بگیره، بعدش عروس بیا و حمایت کنه. مثلا خشوع باید به اطفالی که عروس به دنیا آورده وارسی کنه، رسیدگی کنه. بعد عروس که آمد به خشوع پول بده، کمک بکنه، تفریح بکنه، به حج روان کنه، برش رسیدگی‌های گوناگون کنه، یگان توفه هم از بیرون برش بخره. اینجاست که رابطه سالم میشه و دو طرفه میشه و قرار نیست که هم تو کار کده وظیفه، هم اطفال تا در کورکستان ببر، هم به ما خدمت بکن. اینجاست که ما خودخواه میشیم، بیمار میشیم، مریض میشیم.
بر عروسا هم و به دامادها هم باید یادآور شوم که اولویت شما خانمتان است که در خانه خسرتان هستند یا شوهرتان است که در خانه خسرتان هستند، نه خانواده‌اش. و این را باید بدانیم ما دوستان. و آخرین نکته را که میخوایم پیشنهاد کنم، همسر ما خوب است احترام کنه ولی نوکر نباشه. ما خوب است عروس را برش احترام کنیم و احترام کنه. خوب است عروس ما به ما احترام کنه. خوب است داماد به خسرخیل احترام کنه. اضافه از این نوکری و غلامی و متاسفانه گاوی شیردی جور شدن شیوه سالم و منطقی نیست و این چیزی است که سالهاست ما افغانها با این به سر بردیم و روابط مختل، مشکلات گوناگون، کشمکش گوناگونی را در روابط ما، در اجتماع ما متاسفانه ایجاد کرد. دوست ما نوشته بود که استاد من سوال دیگه داشتم که رقابت چی است؟ و خوشبختانه که در جمع خطاهای شناختی و افکار منفی که در این سلسله ما برنامات داریم، خوشبختانه که ما در نظر داشتیم که روی رقابت هم بحث بکنیم و ای از ما هم در کامنت این سوال کرده بود. اجازه بدین بگوییم که ما به نام رقابت سالم چیزی نداریم. روانشناسی به نام رقابت چیزی را نمیشناسه. آنچه که معمول شده، مشهور شده و قبول شده این است که رقابت سالم باید داشته باشیم. اکثریت پذیرفته که نه استاد این خود رقابت سالم است. رقابت سالم خوب است و ما میگیم که نه خیر، رقابت اصلا سالم و ناسالم نداره. رقابت که شد ناسالم است. رقابت سالم نداره و این زیاد مشهور شده و متاسفانه باید یادآور شوم که در سرشت انسان جا گرفته و آسیبای زیاد را به دنیا متاسفانه به ارمغان آورده. بنابر چند دلیل میخوایم یادآور شوم که رقابت سالم نیست. اولی که ما به خود دروغ میگیم در رقابت. یعنی وقتی ما رقابت میکنیم میگیم نه او چی را میفهمم، ما میفهمم، ما تکرار هستم، ما هوشیار هستم، ما دانا هستم، کارهای ما بسیار عالی هستم و به دیگرها همین دروغ میگیم نه او دیگه او کارهای او آدم هیچ خوبی نیست، ما بسیار خوب هستیم، ما بسیار عالی هستیم. و این دروغی است که ما به خود هم میگیم و به دیگرها میگیم و پیشرفت‌های دیگرها را نمیتونیم بپذیریم، نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم قبول کنیم. و این سبب شده که ما را دوچار یک سلسله مسائل بسازه. امی که ما دروغگو میشیم خودش یکی از نتیجه های نادرست رقابت است. یک. دو، ما در رقابت با یک جدال درونی گرفتار میشیم، با یک جدال درونی رو میاریم. یعنی میشینیم خب چی کنم چرا اونطور کرد، نه این دفعه باید اونطور کار کنم، این دفعه باید اونطور شد. و ما با یک سلف تاکینگ، مایند ریدینگ، یعنی گپ زدن با خود، ذهن خوانی که یکی از خطای شناختی است که ما در هفته‌های آینده روش بحث خواهد کردیم، اینا دوچار میشیم و میایم و مسئله بر ما جور میشه، مشکلات بر ما جور میشن و ما در جدال درونی آرام آرام به وسواس و افکار مزاحم هم دوچار میشیم و مسئله ساز میشیم، مشکل ساز بر ما میشه و ترس هم به ما میده متاسفانه. سوم نکته که میخوایم اشاره کنم، ترس از شکست است. یعنی در رقابت چه شما بخواین نخواین ترس از شکست اوج میگیره، به اوج خود میرسه و موج میه. مثلا یک زمان شاید شما نترسین اما یک زمان باز موج میگیره، اوی باز رشد کرد آدم، او کمپانی باز رشد کرد، او حریفم باز رشد کرد و این موج ما را تکه تکه میکنه. پس باز دیدیم که رقابت سالم نیست. چهارمین نکته که میخوایم اشاره کنم، اکثریت از وحشت زدگی ها، اکثریت از اضطراب ها، یعنی دو اختلال است که اخیراً در مراجعان ما به شدت دیده میشه و عامل بزرگش رقابت است. چه رقابت در سطح خانواده است، چه رقابت در سطح مکتب است، چه رقابت در سطح کورس‌های کنکور است، چه رقابت در سطح ادارات است و در بخش‌های مختلف. سبب شده که وحشت زدگی و اضطراب ایجاد شد. نکته پنجمی که میخوایم اشاره کنیم، انرژی را از رقابت از ما بیشترین انرژی رو میگیره، بیشترین سوز انرژی را رقابت داره. یعنی رقابت انرژی سوز است. انرژی که باید به خلاقیت صرف شود، به نوآوری صرف شود، به آرامش و لذت داده شود، او به رقابت داده میشه و در رقابت میره. متاسفانه بزرگترین عامل استرس رقابت است.
به عنوان نکته ششمی که می‌خواستم اشاره کنم. هفتمین نکته که می‌خوایم اشاره کنم، شاید به اراده شین، یعنی شاید کاری کنین که بالاخره حتی در قتل منجر شین، شاید یک کس را بزنین، شاید یک کس را دفترش در بدین، شاید یک کس را به چاقو بزنین. یعنی رقابت بالاخره حتی میتونه که شما را به اراده بسازه، یعنی کارهایی را سر شما بکنه که شما اصلا در شان و سرنوشت و شخصیتتان اصلا نبوده، در خاندانتون مثلا نگذاشته بوده، اصلا تربیتتان تو نبوده، اما رقابت سر شما و کارا را خواهد کرد. نکته هشتمی که میخوایم اشاره کنم وقت گیر بودن رقابت است. رقابت یک قسمت زیاده از وقت را میگیره. و آخرین نکته که میخوایم اشاره کنم، رقابت نه، الگوگیری و ایده‌گیری کنین. یعنی زمانی که در یک دفتر رفتین ببینید واه چی میزهای خوبی استفاده کرده، برید در دفتر خودمون میزها رو جور کنین. واه چی مثلا لایت‌های خوب هست اینجا، چی استودیوی خوبی هست، چی جای مقبولی هست، چی فرش مقبولی ره، چی الماری‌ها مقبولی، چی کتابای خوبی هست اینجا، ما بخیر میگیریم، چی موتور مقبول داره، ما بخیر خدا کنه موتور برام خدا بده. خوب است ما در رقابت الگوگیری کنیم و ایده‌گیری کنیم، نه ای که خدا بچسبانیم و بجنگانیم. شنیدین میگه سودای اول بوی مشک داره. من میخوایم یادآور شم که درست نیست، یک خطای شناختی است، یک اشتباه است، یک فکر اشتباه است و این فکر متاسفانه سبب شده که عده زیادی افراد زیادی با اینمی تلقین، با اینمی تقلید زندگی خود را و روزگار خود را تباه کنم. من میخوایم اشاره کنم که آنچه که در مقدمه است، در آغاز است، جدید است، نو است، مجذوب کننده است، اما اصطلاح عربی است که کل جدید و لذیذ، یعنی هر چی که نو باشه، تازه باشه، در قدم اول باشه، او مجذوب کننده است، جذاب است. اما زمانی که شما داخلش میشین باز داستان فرق میکنه. یک، ما اولین یعنی ما در نگاه اول مجذوب میشیم، ما در نگاه اول نمزد میشیم، ما در نگاه اول یک کسی در رنگ ما خوش میخوره یا در رنگ ما بد میخوره و اینمی مسئله بر تصامیم ما نفوذ میکنه و ما از روی اینمی نکات اول و نکات بسیار سطحی آغاز تصمیم میگیریم متاسفانه که بسیار اشتباه و نادرست است. چرا اشتباه است و نادرست است؟ اصلا منطقش چیست؟ چطور میتونیم بگوییم که اشتباه است؟ یک مطلبی را که سالهاست بر ما نفوذ داشته، حکم رانده، ما چطور رو میتونیم اشتباه بکشیم؟ بله دوستان، ما میتونیم اشتباه بکشیم. اولین دلیلی است که میگه ما یک مطلب دیگه هم داریم بر ضد این مطلق میگه عجله کار شیطان است. بله، ما کاملا موافق به این هستیم که هر آنچه که به عجله و شتاب شده نتیجهش درست نبوده، نتیجهش نادرست بوده، نتیجهش ویرانگر بوده. شما برین و از او عزیزایی که به عجله ازدواج کرده، به عجله تجارت آغاز کرده، به عجله تصمیم گرفته، به عجله خریداری کرده، به عجله سرمایه گذاری کرده، شما برین زندگی و روزگار و آدم ها را ببینین. بعد خود میفهمین که گپ چی است. یک. دو، تصامیم عجولانه تقریبا 50%، بالاتر از 50% تصمیم‌های عجله‌ای و عجولانه و احساساتی نتیجهش منفی بوده. یعنی تا به حال که تحقیق شده در دنیا روی تصامیم و به مردم صحبت شده، نشان داده که اونایی که به عجله تصمیم گرفته بیش از 50%، بالاتر از 50% اشتباه صورت گرفته، بالاتر از 50% غلطی کرده، اشتباه کرده. نکته دیگری که میخوایم اشاره کنم، معمولا بعضی رفتارها وظیفه‌ای است. یعنی شما برید به یک رستوران، شما برید به یک دکان، به یک مغازه، به یک استور، شما برید به پرواز کنین به یک طیاره، شما متوجه میشین که مهماندار طیاره یا رستیور یا کسی که در دکان سودا میفروشه یا کسی که در هتل از شما خدمت میکنه، او رفتارهایش، بعضی رفتارهایی که آدم انجام میده او را وظیفه‌اش برش گفته. اما زمانی که شما در زندگی واقعیتون برمیگردین یا اینمی آدم در زندگی واقعیش ببینین، یک کسی دیگه است، یک چیز دیگه است. اگر شما بیاین از روی رفتارهای وظیفه‌ای بعضی انسان‌ها تصمیم بگیرین و بعد او را در زندگی واقعیش ببینین، شما زود متوجه میشین که چی اشتباهی از شما رخ داده. یعنی
معمولا رفتارهای وظیفه‌ای هم است در دنیا، متوجه باشید. نکته دیگه موقعیت هاست. مثلا شما یک کسی را در یک جای وظیفه دارین، همکارتان است. یک کسی در یک جای مثلا همسفرتان است. یک کسی در یک جای به یک مدت در یک ورکشاپ است کتان. یک کسی در یک جای یک قرارداد داره کتان، یک پروژه داره کتان. و در اون پروژه، در اون سفر، در اون برنامه بسیار آدمش خوب است. ولی که شما او را در موقعیت‌های متفاوت ببینین، مثلا یک روز او را در کلاب هم ببینین، یک روز او را برخوردش با مادرش هم ببینین، یک روز برخوردش با خواهر و برادرایش هم ببینین و بعد بفهمین که هی خب بسیار فرق میکنه، با ما یک رقم است، اونجا دیگر رقم است. این هم یک نکته است که من میخوایم یادآور شم که اگر شما از روی عجله و از روی سودای اول به اصطلاح که بوی مشک میته تصمیم بگیرین، اون مشک بعدن یک چیز دیگه میشه. و نکته دیگری که میخوایم اشاره کنم تعمیم است. فرد سالم او است، رابطه سالم او است که تعمیم بخشیده شود، یعنی در جاهای متفاوت و مختلف یکسان باشه. باز ما میتونیم حکم کنیم و حدس بزنیم که رفتار درست است. نکته دیگه وقت است دوستان. یک کسی شاید به یک مدت مودش خوب باشه، مثلا در بهار خوب باشه، در یک جایی که در وظیفه است خوب است، یک 3-4 ماه که است خوب است، بعدن یک چیز دیگه شد. نکته دیگه که میخوایم اشاره کنم، برداشت‌های اولی معمولا احساسی است. یعنی شما از روی احساسات تصمیم میگیرین، بعدن که وقتی تحقیقات شوه، وقتی معلومات شوه، وقتی اطلاعات بیشتر به دستان بیاد، باز تازه متوجه میشین که آها نه، من اشتباه کردم، کار من اشتباه بود و درست نبود. نکته دیگه که میخوایم اشاره کنم دوستان، از خودتان میخوایم سوال کنم. خودتان بر ما بگوین، تجربه تان بگوین، او تصمیم میره که زود گرفتین، او سودای اول را که او سوداهایی را که اول کردین، او خریداری را که اول کردین، او دوستی را که عاجل شکل دادین، او کارایی را که به عجله کردین، نتیجه چی بود؟ خودتان برام جواب بدین. هیچ کس دوستا نه سیاه است و نه سفید. پس خوب است خوب دقیق شود آدم، خوب دکانا را بگرده بعد سودا بخره، نه ای که در دکان اول سودای اول و خریداری اول صورت بگیره. هیچ وقت تصمیم را با تحقیق اول و موضوع اول و مورد اول نگیرید. سال گذشته در مورد عشق در یوتیوب یک چند برنامه داشتم و بنابر درخواست مکرر عزیزان او برنامه ثبت شد در وقت و نشر شد. ولی بعداً در کامنت ها متوجه شدم که هنوزم دوستان با یک مسئله دیگه در خصوص عشق روبرو است و هنوزم یک سوال است برشان که و در کامنت هایشان یک چیزی رو وانمود میکردن که بعضی از عزیزان ما باورشان نیست که عشق مطلق است. من میخوایم اشاره کنم که عشق مطلق نیست و ما اول خود اجازه بدین باز یک یادآوری بکنم که عشق، وابستگی، علاقه و دوستی و بعضی مترادفای دیگه یا ادبیات دیگه که معمولا به این کلمات به کار میره، ما در برنامه‌های گذشته خود در یوتیوب رویش بحث کردیم، او را دوستا پیدا کنن بشنون تا به یک فهم در خصوص عشق برسن. عشق یک رابطه عاطفی توأم با درک و شعور و آگاهی و شناخت است و برعکس علاقه یک مورد کوتاه مدت است، یک خوش آمدن موقتی چند هفته الی چند ماه است و دوستی هم که یک رابطه دوستانه و صمیمانه است که ما معمولا در او بیشتر رشد و پیشرفت را تعقیب میکنیم و کم خودمانی است و برعکس او طرف وابستگی کم به طرف مشکلات و بیماری میره و یک چیز بیمارگونه است، یک چیز رومانتیک است و یک چیز از نظر روانشناسان نادرست است و بیشتر منشا و دلایل بیماری را داره که این دوستا ما آرزو دارم که رویش فکر کنن و در موردش حل شوه و بفهمن و بدن. اما آنچه که در مورد عشق و مطلق بودن عشق است میخوایم اشاره کنم که عشق مطلق نیست. در یک برنامه در یک تلویزیون خصوصی گفته بودم که آدمی میتونه 20 بار عاشق شود
و بعضی از عزیزان ما که اوجا رویایی و آرمانی می اندیشن و شخصیت های رویایی و شهودی و آرمانی و کلیشه‌ای و چوکاتی داشتن و ذهن خودشان و باور خودشان امور رقم بود. بعد آمده بودن و نوشته بودن که استاد این بلحوثی است، این تشویق به بلحوثی است، این نادرست است، این ناکارا است، این است و آن است و ما باید بپذیریم که عشق یک است. ما یک بار عاشق میشیم و همون یک بار که عاشق شدیم دیگه اونمو یک بار است. ما میخوایم بگویم که عشق ابدی نیست. عشق نهایتش چند سال و چند ماه را در بر میگیره، بعد از او یک چیز عادی و یک رابطه عادی میشه. بعضیا باورشان نیست که به یک بار است. من میخوایم یادآورشم که بیش از 20 بار آدم در طول زندگیش عاشق میشه و کمتر از 17 بار 18 بار اینا در طول عمرش. حتی 7 بار 8 بار پیش از اینکه عروسی کنه عاشق میشه. ما در دوره‌های مختلف عشق‌های مختلف را تجربه میکنیم. عشق باید با یکی باشه. نه خیر دوستا، ما میتونیم که عاشق چندین نفر شیم، اما ممکن در زنها در یک زمان فرق بکنه. یعنی زن میتونه همزمان به یک نفر عاشق باشه، ولی زمانی که از او آدم نسبت به آدم دیگه حسش از بین رفت و یا دیگه عاشقش نبود، میتونه با کس دیگه عاشق شه و بعد از او با کس دیگه اینا به این رقم. البته یمو تو راست حالا ما گناه ما چیز که ما میخوایم بگویم که ما میتونیم به چند نفر عاشق شیم. ما خو نمیخوایم بگویم که بریم، من نمیخوایم بگویم که برین به چند نفر عاشق شین، اما ما تو راستیم دوستا. نیچر و طبیعت ما تو راست. چی کنیم با این طبیعت و با این وضعیت و این حالتی که ما انسان ها داریم؟ اما مردم میتونه در یک زمان هم عاشق چند نفر باشه. بعض دوستا باورشان است که بار دوم خیانت است. یعنی اگر بار اول یک کس عاشق شوه بازو نشوه ازدواج، یا مثلا او بمره یا مثلا ازدواج کنه، ما نباید با کس دیگه عاشق شیم، چون اگر با کس دیگه عاشق شیم بازی خیانت است. چون ما قبلا عشق ورزیدیم و حالا با یک کس دیگه عشق می‌ورزیم، خیانت است. نه خیری درست نیست و این هم نادرست است. خب اجازه بده بگویم که هلن فیشر به این باور است که ما عشق نهایتش از 18 ماه شروع میشه تا 3 سال دوام میکنه. عشق نهایتش 2 تا 4 سال دوام میکنه. عشق باید ما حالی که کمی ناراحت شدن دوستا و یا هم بگویم که کمی باورشان نسبت به این واقعیت تغییر کرد، میخوایم اشاره کنم که اگر ما بتانیم که از عشق باغبانی کنیم، از عشق وارسی کنیم، به عشق برسیم، مهارت کسب بکنیم، ما میتونیم عشق خود را باغبانی کنیم. یعنی بار در یک رابطه او را تکرار کنیم. یعنی بار دوم عاشق همسر خود شویم، بار سوم و یا هم در یک بار او را نگاه کنیم. شاید سوال شما که استاد اینایی که 30 سال 40 سال با هم عشق می‌ورزن، دوست هستند، دلیلش چیست؟ اول خب من بی باور نیستم که کسی 30 سال عاشق باشه. دومی که شاید دلیلش اولادش باشه، شاید دلیلش مجبوریت‌های یا نیازهایشان به یکی دیگه‌شان باشه، شاید به خاطر شرم زمان باشه، شاید به خاطر قوم باشه، شاید به خاطر اولادها باشه که اولاد دارن، شاید به خاطر پول باشه، شاید هم به خاطر اینمی باور باشه که فکر میکنه که یک نفر از دیگه با اینمی آدم باید یک عمر بگذارانیم و امثال هم به این رقم پیش بره. عشق میشه تکرار شوه، عشق میشه باغبانی شوه، اما به یک بارگی و یک مطلق بودنش ما باور ندارم. آخرین نکته را که میخوایم در مورد عشق یادآور شما، البته بازم اگر سوال بود بنویسین در کامنت. انسان میتونه که چندین بار عاشق شوه، چندین بار عشق بارزه و هر بار به اوجش و به عمقش برسه و خود را برسانه. این طبیعت آدمی است. سرشت و وضعیت و حالت آدمی این رقم است. متوجه شدین یک تعداد انسان ها در جامعه زندگی میکنه که زیاد خود را با دیگران مقایسه میکنه. شخص خودم هم در آغاز این مشکل داشتم، یعنی خود زیاد با دیگران مقایسه میکردم، رفتارهای خود را، قد و قواره و چهره و سیما را، همه چیز مقایسه میکردم و بعدا متوجه شدم که کار خوبی نیست و خوشبختانه سال هاست که این کار نمیکنم. و حالا میخوایم اشاره کنم و یادآور شم که اخیراً یک تعداد زیاد از عزیزای ما، حتی بزرگان و زیاد در کاتگوری جوانان، اخیراً متوجه شدم که ایده هستن که زیاد چسبیده به ای که فلانی تو است، من تو هستم،
20 مدانی تو است و ما تو هستیم و این سبب شده که ما دوچار یک سلسله مسائل و مشکلات روانی شد و ما اجازه بدین بگویم که کسایی که اعتماد به نفس پایین داره معمول دوچاری مسئله میشن، اکثریت میشن ولی اینا معمول زیاد میشن. کسایی که یک هدف مشخص، یک برنامه ریزی و یک پلان مشخص نداره همچنان دوچاری مسئله میشن و خانواده هایی که زیاد اینا را به چالش کشانده، برش همیشه وانمود کرده، گوشزد کرده که بچه خالی تسیکو خود تسیکو، اینا هم معمولا این اولادا و اولادای خانواده ها هم معمول دوچاری مسئله میشن و اینا مشکلات هست که عوامل گوناگون داره. ولی من تصور میکنم که آنچه که من تجربه دارم حداقل از مراجعان خودم، اعتماد به نفس پایین، به هدف بودن و سبک پرورش خانواده معمول یک عده از جوانان و عزیزان ما را به این مسئله و اطور یک وضعیت رسانده و اطور یک وضعیت دوچار کرده. ما میخوایم مقایسه نکنیم. به خاطر چی مقایسه نکنیم؟ چرا باید مقایسه نکنیم؟ من چند دلیل دارم. بنابراین دلایل ما نباید مقایسه کنیم و نمیتونیم حتی بگوییم که مقایسه کنیم. اولی که بزرگترین عیب مقایسه، بزرگترین ضرری که مقایسه به ما داره ضایع کردن وقت ماست. یعنی مقایسه کردن ها قسمت عظیم از وقت ما را میبله و میخوره و میبره و ما وقت خود ضایع میکنیم. وقت ما از پیش ما میره و این مشکل بزرگی است، مسئله جدی است، مسئله ما فکر نکنم کسی بخواه وقتش ضایع شه. یک، دو، ما در مقایسه صرف خوبیای مردم رو میبینیم. اکثریت اوقات که ما مقایسه میکنیم میگیم فلانی رو دیدی اینقدر خوبی داره، اینقدر عالی است، اینقدر موفق است، اما خبر نیستیم که او بیچاره چقدر درد داره، او بیچاره چقدر رنج میکشه، او بیچاره در کناری موفقیت‌های خود چقدر مشکلات خود داره، او رو نمیبینیم. اما برعکس عیب‌های خود رو میبینیم و موفقیت‌های خود را هیچ انگاری میکنیم. هیچ. نکته دومی است. نکته سومیش است که متاسفانه مقایسه کردن نشانه حسادت و بدبینی است و همچنان میتونه که حسادت و بدبینی رو ایجاد کنه. یعنی در کناری که در پهلویی که در حسادت سبب شده که مقایسه، حسادت و بدبینی سبب میشه که ما مقایسه کنیم، در کنارش خود مقایسه هم سبب حسادت و بدبینی میشه. این نکته دیگه است که میخوایم اشاره کنم به این مسئله. چهارمی که بزرگترین دشمنی‌هایی را که شما در روی زمین میبینین از مقایسه منجر شده و پدید آمده، به وجود آمده و چاق شده و به اوجش رسیده. پس اگر میخواین که دشمن نداشته باشین هیچ وقت مقایسه نکنید، به خاطر که مقایسه های ذهنی شما روی روز مقایسه رفتاری میشه و شما خود بر خود دشمن میسازین و دشمن را متوجه خود میسازین و برای خود قویش میکنین و روز او دشمن میاد و شما را لگد میکنه و زمین گیری میکنه و شما به نیاز نداشته. پنجمین نکته که میخوایم اشاره کنم، بزرگترین عیب مقایسه، نکته دیگه ویرانگر رابطه است. یعنی چیزی که رابطه میخوره، میبله و آسیب میزنه مقایسه کردن است. اگر واقعا میخواید رابطه خراب نشه، رابطتون آسیب نبینه، لطفا مقایسه نکنید. هیچ وقت مقایسه نکنید. نکته دیگری که میخوایم اشاره کنم به عنوان نکته ششم، مقایسه ختم نمیشه دوستان. یعنی همیشه کسی هست در طول زندگیتون، یک کسی هست همیشه که شما خود کسی مقایسه کنید. شما اگر امروز با من خود مقایسه کنید، از من روزی بهتر میشین، باز از من که یک کسی بهترتر است، از او کدام بهتر میشین، باز میخواین که از او کدام کسی دیگه بهتر است، از او کدام باز بهتر شین. شما بالاخره مثلا من اگه بخوام با یک کسی خود مقایسه کنم، یک کسی بهتر است، ما با او مقایسه میکنم، خود با روز تلاش میکنم و از او بهتر میشم، باز یک کسی دیگه است. ما تا چه وقت مقایسه کنم؟ ما بالاخره در زندگی فقط به خاطر مقایسه آمدیم یا اینکه لذت هم ببرم، خوش هم باشم، آرام هم باشم، آسایش و آرامش هم داشته باشم، یا که فقط مقایسه کنم؟ چی کنم؟ ما به خاطر در زندگی به خاطر چی آمدیم؟
نکته هفتم را که میخوایم اشاره کنم، بزرگترین خورنده و بلنده خلاقیت و نوآوری است. کسی که خود با دیگران مقایسه میکنه، نوآوری و خلاقیتش از بین میره و این روحیه و این درایت را از دست میده متاسفانه. نکته آخر را که میخوایم به عنوان نکته هشتم، تفاوت را باید قبول بکنیم. ما با خودت و خودت با ما فرق داریم. تو در یک مورد موفق هستی، من در یک مورد دیگه. من در یک مورد اصلا نمیتونم استعداد داشته باشم و تو در یک مورد دیگه ممکن استعداد داشته باشی. اینا چیزایی هست که کاملا حقیقت داره، ما باید بپذیریمش. آخرین نکته را که میخوایم به عنوان یک پیام پیشنهاد کنم این است که همیشه کوشش کنین خودتان با خودتان مقایسه کنین. خودتان 5 سال پیش چی بودین و امسال چی هستین؟ اینمی کافی است و بسیار میتونه مفید و موثر باشه. بعضی ها به این باور است که مشکلات باید جدی گرفته نشود. حتی بعضی از روانشناسان هم کمپاین میکنه که مشکلات مهم نیست، جدی نگیرین، هیچ ارزش نداره، عادی بگیرین، خود تلقین کنین. بعضی موضوعات انگیزشی و اینا رو که وقت بیان میکنن میگن خب این جدی نیست و ترس است، مثبت باشین، با کائنات آغوش بدین و محبت کنین و لبخند بزنین و چیزا که زیاد چی نیست دوستا، زیاد واقعی نیست. و اجازه بدین بگویم که مشکلات وجود داره، زندگی سخت است و اونایی که میگن که اول ازدواج کو باز بعد انجور میشه، یا مثلا فلانی مشکل داره برش زن بتین، فلانی مشکل داره بر شوی بتینش، این چیزایی که معمول است درست نیست. یا مثلا خب آله تو است که باز من ازدواج کردم کاتش تغییرش میتم، یا مثلا میگه که خیر حل میشه، خیر این مشکلات قدر جدی نیست بالاخره حل میشه، باز که ازدواج کنه حل نشه باز برش میگه خیر یک اولاد به دنیا بیار حل میشه. من مراجعان زیاد را دارم دوستا که دیدیمش و زیاد مراجعین هستیم روزه کدمک مرزایم هستن که میان و معمول کسایی هسته که برشان گفته شده که برای زن بگی جور میشه، یک اولاد به دنیا بیار جور میشه. حتی خودشان برای من میگه که استاد ما فکر میکنم که اگر یک طفل بیایه شاید خوب شه، ما فکر میکنم که اگر ازدواج کنیم شاید خوب شه، فکر میکنم که اگر بچه بیایه شاید خوب شه. ما حالی که چون دختر است اولادم یا مثلا چون اولاد ندارم اینطور اما این اگه ترشا خوب میشه. من میخوایم اشاره کنم دوستا، یادآور شوم که این درست نیست و این قطعا منطقی نیست و ما به باور نیستیم که شما مشکلات را در آغاز جدی نگیرین بعدن خود به خود حل شود. و به این مسئله چند دلیل و چند منطق است که میخوایم یک به یک شما اشاره کنم شریک کنم. اولی که بعضی وقتها درست است، بعضی مسائل حل میشن، بعضی از مجردا وقتی که نامزد شده، بعضی البته بسیار کم وقت نامزد شده خوب شده، وقتی عروسی کرده خوب شده، اما اکثریت خوب نشده. پس خوب است بگوییم که این راه حل نیست. ما باید بچه را و دختر اول خوب بسازیم، اول او را سالم بسازیم، بعد به یک رابطه سوق بدیمش، چون اگر خودشان سالم نباشه رابطه را نمیتونن که سالم بسازن. یک. دو، اغلب بدتر شده دوستان. مشکل دندان رو به یاد دارین؟ مشکل دندان داشتین؟ اعتیاد یاد دارین؟ اینا همش موارد است که ما تجربه داریم. ما وقتی در آغاز دندان خود توجه نکردیم، او آسیب دیده، خراب شده و یک روز رسیده که دکتر به ما گفته که باید دندان شما کشیده شد. و ما در آغاز او پوسیدگیشه، او سیاییشه، او دردش جدی نگرفتیم. یا مثلا اعتیاد، در اول یک سیگرت کشیدیم، ولی یک سیگرت است، یک چرس است، خب جدی نیست، خیر یک پیک شراب است. در آغاز جدی نگرفتن دوستان، بعداً سرحدش به زیر پل رسیده. یعنی مشکلات زیادی رقمی بالاخره سبب شده که ما به بدترین چیزا روبرو شیم. اصلا یعنی با مشکلات بزرگی روبرو شیم، ما با مسائل بزرگی روبرو شیم. در اول او را جدی نگرفتیم، در اول او را فکر نکردیم سرش. نکته سوم، شما را مشکلات اگه باشه، مشکلات اگه باقی بمانه، مشکلات اگه حل نشوه، مشکلات اگه مدیریت نشوه، ناتوان میسازه شما را. شما ناتوان میشین، اینا متوجه باشین. نکته دیگری که میخوام اشاره کنم، مشکلات آسان را، مشکلات ساده را خوب است دم وقتش حل کنیم.
پیش از که او را با آینده بمانیم یا که در آینده حل شود خود به خود حل شود یا در آینده حلش کنیم خوب از اون وقت حلش کنیم از بین بریمش. نکته پنجمی که میخوایم اشاره کنم حل مشکل ما را ماهر میسازه. یعنی ما اگر مشکلات حل کنیم ما با مهارت میشیم. حل مشکل ما را هنر میده، مهارت‌های ما زیاد میشه، با حل مشکلات ما ماهرتر میشیم. پس خوب از در وقتش حلش کنیم، نمانیمش که در آینده باز سرش فکر کنیم. مشکلات اگه حل شود، نکته ششم که میخوایم، مشکلات اگه حل شود با ما کمک میکنه. یعنی ما بی مشکل میباشیم و مسئله نمیداشته باشیم. حل نکردن مشکل ناسالم بودن است. اگر حل نشود مشکل باقی میمانه. و آخرین نکته که میخوایم اشاره کنم، مشکلات خود به خود حل نمیشه. اگر ما واقعا میخوایم مشکلات را حل کنیم، خود ما باید بخیزیم، برش یک طرح بریزیم و او را دور کنیم. ذهن خوانی یا مایند ریدینگ چیست؟ ذهن خوانی یک خطای شناختی است دوستا. یعنی یک خطای است، یک اشتباهی است که در شناخت ما شکل گرفته. یعنی ما با یک خطای فکری یک مدت دوامدار برخورد کردیم و او را حالا همیشه در زندگی ما رخ میده و ما همیشه هم کار را انجام میدیم در ذهن خود و یک خطا است، اشتباه است. آدمایی که با ذهن خوانی یا یک خطای شناختی دچار است یا یک خطای شناختی را داره، فکر میکنن که میفهمن که مردم در موردشان چی فکر میکنن. فکر میکنن که دیگران در موردش خوب فکر نمیکنن، دیگران در موردش درست فکر نمیکنن، دیگران در موردش نظر خوب نداره، نیت خوب نداره، دیدشان به نسبت به او خوب نیست. و اکثریت خطاهایی که افراد داره، اکثریت از فکرهایی که افراد داره، هیچ کدام شواهد نداره و حدس میزنه. اینا حدس میزنه که کسی دوستش نداره، حدس میزنه که کسی پشتش گپ میزنه، حدس میزنه که کسی حسادت داره کتش، حدس میزنه کسی برش ضرر میرسانه. البته در حد پارانوید یا اختلال پارانویا نیست، صرف یک ذهن خوانی است. یعنی یک اختلال نیست، یک مشکلی است که از نظر ذهنی باید حل شود. یک مشکل ذهنی یا سوء ظن یا سوء تفاهم یا تعارض ذهنی است، یک خطای ذهنی است، یک اشتباه ذهنی است، یک فکر منفی است. و اینو به این رقم پیش میره. و من میخوایم اشاره کنم که به چند مسئله ای خطا که اولی که ای بسیار رایج است دوستا. یعنی زیاد افراد این خطا را داره، زیاد از آدمای این خطا را داره، زیاد آدمای رقم فکر میکنه، یک فکر منفی است. و این مردم ها میان و فکر میکنن که کسی به دنبالش هست، کسی در موردش خوب نظر نداره، کسی دوستش نداره، کسی مردم مسخرهش میکنه، خنده مردم و هر آن چیزی که مردم انجام میده زیاد خوب نیست و به رقم پیش میرن. ای چی میکنه؟ یعنی در بلند مدت اگر ادامه پیدا بکنه، این خطای شناختی اگر زیاد شود، ما معمولا دچار اضطراب و افسردگی میشیم. یعنی ما ناامید میشیم و دل ما از مردم میکنیم به دل از مردم، ناراحت میشیم، نگران میشیم، آشفته میشیم و اضطراب پیدا میکنیم. تمامی خطاهای شناختی، اکثریت خطاهای شناختی، علل خصوص خطای شناختی ذهن خوانی روابط ما را آسیب میزنه. یعنی بزرگترین تاثیرش سر روابط ماست. یعنی اگه ما فکر بکنیم که کسی در مورد ما نظر خوب نداره، خب ما کسی برخورد خوب نمیکنیم و برخورد خوب که نکردیم او هم با ما برخورد خوب نمیکنه. پس اینجاست که رابطه ها از بین میره. او رابطه اگر با همسر است، با پدر است، با مادر است، با عزیز است یا با هر کسی که است. مشکل دیگه که یا مسئله دیگه که مربوط به خطا است، ما بزرگترین آسیب را برای نزدیکان ما میذاریم، چون تصور میکنیم که اونا به ضرر ماست و اینجاست که ما هم به ضرر اونا میشیم و این مسئله ساز میشن. به دیگران اجازه دفاع را نمیدیم، به دیگران اجازه نظر را نمیدیم، به دیگران اجازه حق نمیدیم، به دیگران و حق نمیگذاریم به دیگران. برای ما حق به جانب نمیرسن و معمول میگیم که نه خیر، ما حق به جانب است و دیگران کلش درست نیست، خوب نیست و باید نادرست پیش بریم، کش برخورد خوب نکنیم. کش بیشتری خطاها و این افراد پیش داوری میکنن و
و این پیش داوری‌هایشان سبب طلاق، سبب جدایی، سبب انفکاک، سبب فاصله، سبب انزوا، سبب طرد شدن میشه. و اکثریت از عمری از ما، یعنی کسایی که ذهن خانی میکنه، پیش داوری است و به رقم پیش میره. متاسفانه عمدترین اختلافات زوجین که ایجاد شده، بزرگترین مشکلاتی که زوجین داره در زندگیشان، یک علت بزرگش ذهن خانی است. یعنی خطای شناختی ذهن خانی اکثریت اجزای ما را، زیادترین از اجزای ما را متاسفانه به بدبختی واداشته و به جدایی واداشته و اختلافات زیادی که در بین زوجین ایجاد میشه، یکی از عواملش متاسفانه ذهن خانی است. و همینطور مشکل روابط انسانی، مشکل روابط کاری، مشکل روابط تجاری، قراردادها و اینا، اکثریت اوقات وقتی ما میایم و در ذهن یک دنیای را میسازیم، در ذهن یک فضای را میسازیم، در ذهن یک دشمن را میسازیم، در ذهن یک حریف، یک رقیب را میسازیم، در ذهن یک کسی که به ما آسیب میزنه را میسازیم، ما در ذهن برعکس به او باز تدابیر میگیریم، برخورد میکنیم و او در رفتار ما آشکار میشه. و اینجاست که زندگی ما یک زندگی ذهنی مسموم، آلوده و خطا و نادرست شکل میگیره و ما دوچار یک سلسله مسائل گوناگون میشیم و بدبختی به سراغ ما متاسفانه میاد. ما آرزو دارم که این ذهن خانی را خاتمه ببخشیم و اگر فرصت بود در آینده ها ما روی که چگونه ذهن خانی را خاتمه ببخشیم هم بحث خواد کردیم و خواد تانستیم که با این مسائل کنار بیاییم. گاهی متوجه شدین بعضی ها به این باور هستند و حتی گاهی اوقات دیده شده که ظاهرا خود خوب میتراشه، ظاهرا خوب وانمود میکنه، ظاهرا سالم وانمود میکنه، ظاهرا خوش وانمود میکنه، اما وقتی که وارد دنیایشان میشین، وارد زندگیشان میشین، او رقم نیست. و باور این دوستا و اعزای ما است که گفتن اشتباه هم عیب است. یعنی اگه ما بگوییم که ما مشکلات داریم، ما مریض هستیم، ما بیمار هستیم، ما کرونا هستیم، ما مشکل روانی داریم، ما در خانواده روابط خوب نداریم، مثلا زنم دور است، پدرم دور است، مادر و پدرم روابطش خوب نیست، اینا این به اشتباه است که یک این باور این دوستای ماست. و دومی که بعضیا میگه که اگر اشتباه رو بپذیریم یک حماقت است، یک نادرستی است، یک سالم نیست که این همچنان اشتباه است. بعضی هم میگه که اگر ما بپذیریم که ما اشتباه داریم، ما بپذیریم که ما مریضی داریم، ما بپذیریم که در خانواده ما مسئله است، ممکن ما کم بیم، ممکنی درست نباشه، ممکنی به خیر ما نباشه، ممکنی درست و سالم نباشه و شاید این یک نوع ما خرد شویم، ما به تمسخر گرفته شویم. اجازه بدین بگویم که ما باید هر آنچی هستیم وانمود کنیم و هر رقمی که هستیم وانمود کنیم و این میتونه از چند لحاظ به ما مفید باشه. اولین دلیلش است که هیچ چیز پنهان نمیشه. یعنی شما هر قدر نادرستی و نادانی و نافهمی و مشکلات خود را وانمود نکنین، پنهان نمیشه، پوت نمیشه، بالاخره آشکار میشه، بالاخره هویدا میشه، بالاخره حقیقت بالاخره خود نشان میده در هر رنگی که باشه. یک دومی که پذیرفتن مشکل، پذیرفتن عیب، پذیرفتن کمی، کاستی میتونه که خطر کم کنه، میتونه که عیب کم کنه، میتونه که آسیب کم کنه، میتونه که مسئله را کم کنه. اما اگر ما انکار کنیم، همیشه رد کنیم، ممکن به بلند مدت بر ما مشکلات گوناگونی را ایجاد کنه، با مسائل گوناگونی ممکن ما رو روبرو کنه و مشکلات گوناگونی و زیاد شاید بر ما پیدا شه. پس خوب است که کمی مواظب این نکته باشه. اگر ما بپذیریم حلش میکنیم و اگر حل شود، معمولا مشکلات از نظر اجتماعی و روانی اگر حل شود حل میشه و اگر حل نشود ضمنی که مشکل میمانه کلان هم میشه. پس خوب است که مشکلات از پیش ما کلان نشه و ما بپذیریمش و در وقتش حلش کنیم.
این میتونه بسیار مفید و موثر باشه، میتونه مفید واقع شه. نکته دیگری که میخوایم اشاره کنم، 100% هیچ انسان 100% هیچ چیز درست نیست. یعنی زمان شما میخواین بگوین که من کلن خوب هستم، من کلن عالی هستم، کسی شما را قبول هم نمیکنه و این میتونه که یک خطای دیگه شناختی باشه، میتونه یک کلیگری باشه، میتونه یک مطلق گرایی باشه، میتونه یک کمالگرایی باشه، میتونه به خطای شناختی دیگه را بگیره که من میخوایم اشاره کنم که هیچ انسان 100% کامل نیست و شما هم خوب است که خود 100% کامل و مکمل نگیرید. بعضیا مشکل داره ولی با بحث ها و استدلال ها و بگو مگوها به یک رقم میخواه که برنده شود. من میخوایم یادآور شم که یکی برنده شدن است دوستان که شما در یک بحث و در یک جدل برنده میشین، اما یکی مشکل است. من باور دارم که در محاکم ما وکیلای بسیار باهوش قرار میگیره و قضای ایروی به ایروی میسازه، اما حقیقت خوی نیست. او حقیقت فقط هوشیاری وکیل است، زرنگی یک وکیل است که قضیه را میبره، اما واقعیت خو یک چیز دیگه است و هم شاید واقعیت همون چیز باشه که وکیل از ما برده همون قضیه را. بعضی اوقات طول میشه ما در بحثا میبریم، برنده میشیم، اما واقعیت تغییر نمیکنه عزیزان. شما هر قدر استدلال کنید، هر قدر برای خود توجیه بسازین، هر قدر منطق بسازین و کارهای خود را توجیه بدین، منطق بسازین و به اصلاح خود قناعت بدین، اما حقیقت تغییر نمیکنه دوستا. پس خوب است که آنچه که است رو بپذیریم، غل و غش را بپذیریم و به خاطر حلش گاهی کار کنیم. نکته دیگه، قبول کردن مشکل حل میکنه، مشکل اصلاح میاره، تغییر میاره. قبول اشتباه ما با طور تربیت شدیم دوستان عزیزان که ما تصور میکنیم که اگر ما قبول کنیم اشتباه خود یه عیب است و یه حماقت است، اما من برعکس میگم کسی که اشتباه خود قبول میکنه بالغ است. کسی میتونه اشتباه خود قبول بکنه که بالغ باشه، به جای رسیده باشه، پخته باشه، اما کسی که نتونست بپذیره و قبول کنه و این ممکن به بلوغ نرسیده باشه هنوز. معذرت خواستن همچنان یک بلوغ است، معذرت خواستن همچنان یک رشد را نشان میده و این نکته را باید مواظب باشیم. نکته دیگری که میخوایم اشاره کنم رشد است. یعنی ما با قبول کردن اشتباه رشد میکنیم، ما با قبول کردن مسئله و نظر خواستن از دیگران و قبول کردن مشکل خود ما شاید رشد کنیم، ما شاید برسیم به کمال و به جا و جایگاه. پس خوب است ما این نکته را متوجه باشیم و مواظب باشیم و کنار بیاییم باشیم. آخرین نکته را که میخوایم اشاره کنم، هیچ انسان کامل نیست. پس توی که خود کامل میتراشی هم ما که قبول کردن نمیتونیم. من کامل نیستم، خودت هم کامل نیستی. بیا که به خاطر کامل شدن خود تلاش کنیم و به یک جای برسیم. شنیدین میگه پدر و مادر هر چیز گفت درست است، یا پدر و مادر به بدی اولادها نیست، یا پدر و مادر درست تصمیم میگیرن. هر آنچه پدر و مادر میگه درست است. دوستان اجازه بدین امروز بگویم که این درست نیست. یعنی میشه که پدر و مادر اشتباه کنن، میشه پدر و مادر ما برای خوب و برای درست ما را سوق نده. شرایط امروزی و وضعیت امروزی شرایط و وضعیت اجداد ما و نیاکان ما نبود. امروزه هر کس خودش میفهمه با کی ازدواج کنه، خودش میفهمه چی رشته رو انتخاب کنه، خودش میفهمه که با کی بگرده با کی نگرده. نادر اتفاق میفته که بعضی از عزیزان ما نفهمه که با کی بگرده و با کی نگرده. اکثریت تصامیم را و همه چیز را به مادر و پدر سپردن کار درست نیست. همه به خاطر والدین انجام دادن کار خوب نیست. ازدواج، تحصیل و کار را انتخاب کردن و فقط رأی و نظر والدین را در نظر گرفتن و از احساسات خود گذشتن کار خوب نیست. والدین بد اولادا را نمیخواه، قبول دارم، اما والدین تجربه نداره دوستا، والدین تخصص نداره، والدین آگاهی نداره، والدین با شرایط امروزی بیشتر آشنا نیست، از شرایط امروزی بیشتر خبر نیست. به خاطر ای که چطور بتانیم اینی تفاوت نسلی را و تفاوت نگاه و
تفاوت اندیشه را فرق بکنیم و برای خوب سوق کنیم خود را و آینده خود را آسیب نزنیم و او طرف که والدین هم دوچار نزاع و کشمکش نشیم، چند مسئله را میخواستیم اشاره کنیم. اولی که تصمیم از روی تصامیم دیگران، انتخاب از روی تصامیم دیگران، احساسات دیگران، تمایلات دیگران، نیازهای دیگران، عقده‌های دیگران، محرومیت‌های دیگران به شمول والدین زندگی سالم نیست. این روش سالم نیست. یک. دو، خوب است ما والدین را بپذیریم. خوب است ما والدین را تایید کنیم. خوب است ما والدین را بپذیریم، اما تایید والدین صحیح نیست. آنچه که والدین میگه سالم نیست. آنچه والدین ما میگه خب ایگیرو من امیال از یک پدر هستم و من میفهمم که بعضی از موارد و نکات را من بیشتر و خوبتر از اولادین میفهمم، اما تصمیم را برای فرزندم میدم. مثلا من به عنوان یک کسی که بیش از 30 سال عمر دارم و فرزندم که بیش از 10 سال عمر داره، وقتی که من به اونا میگم که مویای خود به رقم جور کو، خب من مویای را که من جور کردم به رقم به نظر من خوب است، اما به نظر او مویایی که این قسمتش کم است، این دو قسمتش کم است و بالایش موی داره، این قسمت به نظر او سه است. جذابیت و کیف فرزند ما به اون موی است، اما من که مثلا در پانتون تدریس میکنم، یک متخصص یا به اصطلاح یک پروفسور هستم در پانتون یا به عنوان یک پروفسور اونجا کار میکنم، یا شخصیت ما کرکتر پروفسور است، در طور یک وضعیت ما اگر میایم و احساسات خود سر بچه خود یا اولاد خود تحمیل بکنم، این نشانه و زنگ خوبی نیست. والدین با خصوص والدین عاشق، والدین ماهر و والدین تحصیل کرده و سالم هیچ وقت سر اولادای خود کار خود را و نظر خود تحمیل نمی کنند. پس اگر روز والدین ما آمد و مورد را سر با تحمیل کرد، بفهمین که والدین عاشق والدین تعلیم یافته و تحصیل یافته و ماهر نیست. والدین مریض احساس گناه میده برای شما. والدین سالم آزاد میگذاره شما را. والدین مریض به شما بیماری را تلقین میکنه، شما را مریض میسازه، شما را در احساسات گناه غرق میکنه و به شما هر لحظه وانمود میکنه که گویا شما یک گناهکار و یک عاصی هستین که گپ ما پدر را یا مادر را قبول نکردین. اما والدین سالمی کار هیچ وقت نمیکنه، والدین که خوب است. زندگی به خواست والدین خودخواهی است. زندگی به خواست خود زندگی عادی است، سالم است. اما زندگی اگر با خواست والدین همراه شود، زندگی چی است؟ خودخواهانه است. و ما اگر بتانیم که با والدین کنار بیم، خوب است صداقت را، احترام را و نرنجیدن را و شادی را شریک بکنیم. اگر ما میخوایم واقعا که با والدین ما خوب زندگی کنیم، خوب پیش بریم، خوب است احترام را، صداقت را و شادی را و از همه اینا یک زنجیر بسازیم و با والدین به منوال پیش بریم. اما اگر ما میایم تصامیم خود و هر آن چیزی که والدین ما خوب میدانه و خوب فکر میکنه ما هم رقم پیش بریم، بر ما مسئله ساز میشه. نکته دیگه یکی تایید است دوستا، یکی زندگی. خوب است ما بعضی چیزا را قبول بکنیم، بپذیریم، اما زندگی را به میل خود پیش ببریم. مشوره را بپذیرین، تجربه شریک ساختن را بپذیرین، اما در نهایتش تصمیم به دوش شما و به دل شما است. والدین ما هم والدین داشتن، روز والدین داشتن و با باور دارم که والدین فعلی ما روز از والدین خود ناراحت بود، پس ما هم نباید از والدین خود ناراحت شویم و بسیار خوب است که با اونها به تفاهم برسیم و به کنار بیاییم. و آخرین نکته که میخوام اشاره کنم، تایید پدر و مادر درست است، اما آنچه که پدر و مادر میگه درست است، آنچه که پدر و مادر با ما کمک میکنه، راهنمایی میکنه درست است، اما فرض نیست، قرار نیست هر آنچه که والدین ما میگه درست باشه. خوب است ما از روی منطق، از روی استدلال، از روی آگاهی، تحقیق و فهم تصمیم بگیریم، نه از روی آنچه که مادر ما بر ما تصمیم گرفته. شیرین، گویا و روان با شما صحبت بکنه. عشق، وابستگی، علاقه و دوستی
دروغ یکی از عادتهای بد شخصیتی است. امروز میخوایم روی لکنت کودک یا لکنتی که کودک در زبانش داره میخوایم بحث بکنیم. اگر موضوع شما بر مسئله دیگه کودک ربط داره یا مشکل دیگه هست، ما اگر با کامنت با ما بگذارین، سوالات خود را مطرح بکنین، ما انشالله در برنامه‌های آینده خودم روی مسئله بحث خواهد کردیم و با شما در حل او کمک خواهد کردیم. تشکر.